دومین موضوعی که متوجه شده بودم این بود که سیاره‌ای که شازده کوچولو از اون می اومد فقط کمی بزرگتر از یک خونه معمولی بود. این موضوع برام عجیب نبود، چرا که خیلی خوب میدونستم به غیر از سیارات بزرگی مثل زمین و مشتری و مریخ و ونوس که ما انسان‌ها برای اونها اسم انتخاب کردیم، صدها سیارک دیگه هم وجود دارن که بعضی از اونها اونقدر کوچیکن که با تلسکوپ هم به سختی قابل مشاهده‌ان. وقتی یک ستاره شناس یکی از اونها رو کشف میکنه، برای اون اسمی انتخاب نمیکنه، بلکه به اون یک شماره میده. برای مثال اون رو سیارک شماره 325 مینامه. من دلایل محکمی دارم که ثابت میکنه سیارکی که شازده کوچولو از اون میومد سیارک به 612 بود. این سیارک فقط یک بار با تلسکوپ در سال 1909 توسط یک ستاره شناس ترک مشاهده شده بود. اون ستاره شناس کشفش رو در یک کنگره بین‌المللی ستاره شناسی برای عموم به نمایش گذاشت. اما چون لباس سنتی مردمان ترکیه رو به تن داشت، هیچ کس حرفش رو باور نکرد. خب بزرگترها اینطوری دیگه. خوشبختانه البته از جهت معروفیت سیارک به 612 یک دیکتاتور ترک قانونی وضع کرد که مردمان کشورش رو به زور وادار میکرد از شیوه لباس پوشیدن اروپاییان تقلید کنند. بنابراین در سال 1920 ستاره‌شناس ترک در حالی که این بار لباس اروپاییان رو به تن داشت، دوباره کشفش رو معرفی کرد و این دفعه همه کشفیاتش رو قبول کردند. اگر این چیزها رو با جزئیات توضیح میدم و شماره اون سیارک رو به شما میگم، به خاطر بزرگترهاست. وقتی که شما به اونها بگید یک دوست تازه پیدا کردید، اونها هرگز از شما سوالهای لازم رو نمیپرسن. اونها هیچ وقت سوال نمیکنن صدای دوست تازه شما چه آهنگی داره، چه بازیهایی رو بیشتر دوست داره، آیا پروانه جمع میکنه. به جای اینها از شما سوال میکنن اون چند سال داره، چند تا برادر داره، وزنش چقدره، پدرش چقدر پول در میاره. با دونستن این اعداده که اونها فکر میکنن همه چیز رو درباره دوست تازه شما فهمیدن. اگر به بزرگترها بگید که یک خونه زیبا دیدم که آجرهاش به رنگ گلهای رز بودند و از پنجرهاش شمعدونی آویزون بود و در بامش کبوترها نشسته بودند و آواز میخوندند، اونها قادر به درک درستی از اون خونه نخواهند شد. شما باید به بزرگترها بگید خونه دیدم که 100 میلیون قیمت داره. بعدش اونها به شما میگن آه چه خونه زیبایی. به همین خاطره که اگر به اونها بگید دلیل این که شازده کوچولو وجود داشت این بود که خیلی خواستنی بود و میخندید و دلش یک گوسفند میخواست، و اگر کسی دلش یک گوسفند بخواد دلیل اینه که وجود داره، و چه چیزی بهتر از این دلایل برای اثبات وجود کسی. ولی اونها شونه بالا میاندازند و با شما مثل بچه‌ها رفتار میکنند. اما اگه بزرگترها گفته شه جایی که شازده کوچولو از اون میاد سیارک به 612 است، فوراً قبول کرد و شما رو از شر سوالات بی موردشون خلاص میکنن. اونها اینطوری هستن دیگه، نمیشه جلوشون رو گرفت. بچه‌ها همیشه باید در برابر بزرگترها از خودشون صبر و گذشت نشون بدن. اما مسلماً برای ما که زندگی رو میفهمیم اعداد و ارقام خیلی مسخره هستن. دوست داشتم این داستان رو مثل قصه های پریان شروع کنم. دوست داشتم بگم یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. یک شازده کوچولویی بود که تو سیاره‌ای زندگی میکرد که فقط یه خورده از خودش بزرگتر بود و اون به دنبال یک گوسفند بود. برای اونهایی که زندگی رو میفهمن این آغاز حالتی واقعی‌تر به داستان میبخشه. من دوست ندارم کسی کتابم رو بدون تأمل و بی‌دقت بخونه. برای به تاثیر کشیدن این خاطرات غم سنگینی رو به دوش کشیدم. 6 سال از روزی که دوست کوچولوم با گوسفندش من رو ترک کرد میگذره. اگر میبینید که سعی میکنم تصویر دقیقی از او ارائه بدم، به خاطر اینه که میخوام مطمئن شم که هرگز فراموشش نمیکنم. فراموش کردن یک دوست غم انگیزه. هر کسی که دوست نداره. اگر من اون رو فراموش کنم، ممکنه مثل بزرگترها بشم که به هیچ چیز به غیر از اعداد و ارقام علاقه‌ای ندارن. به همین دلیل دوباره یک جعبه مداد رنگی خریدم. البته برای آدمی به سن و سال من که فقط یاد گرفته مار بو از بیرون یا درون بکشه، اون هم در 6 سالگی، نقاشی کردن خیلی سخته. خب سعی میکنم که نقاشیام تا حد امکان واقعی به نظر برسند. هرچند به موفقیتم زیاد اطمینان ندارم. بالاخره یکیشون ممکنه خوب در بیاد. البته اشتباه هم دارم. مثلا قد شازده کوچولو. در یک جا او رو خیلی بلند کشیدم و در یک جای دیگه خیلی کوتاه. راستش در مورد رنگ لباسش هم زیاد مطمئن نیستم، ولی سعی کردم با حدس و گمان یک چیزایی بکشم.
امیدوارم تا حدودی خوب شده باشه. صادقانه بگم در مورد جزئیات مهمتر هم ممکن اشتباه کرده باشم. اما این دیگه تقصیر من نیست. دوستم هیچ وقت چیزی رو برام توضیح نمیداد. شاید با خودش فکر میکرد من هم مثل خودش خیلی چیزها رو متوجه میشم. اما من نمیدونستم چطور گوسفند درون جعبه نقاشی شده روی کاغذ رو ببینم. شاید من هم کمی مثل بزرگترها شده باشم. شاید دارم پیر میشم.